سلام، وقتتون بخیر. من سارا هستم. خوش اومدیم به اولین پادکست بروش. من هم آراز هستم. آراز، امروز قراره در مورد ترکی آذربایجانی با لهجه قشاچای صحبت کنیم و قطعاً قراره اطلاعات خوبی به ما بدی. آره حتما. لهجه قشاچای خیلی باحاله. این لهجه اگر اشتباه نکنم در چند شهر هست: سلدوز، ملک‌کندی و مراغه. نکات قابل توجهی دارن، ولی اما هم داریم که جلوتر بهشون میپردازیم. خب من بیشتر که به لهجه قشاچایی دقت میکنم حرف ر وجود نداره. بیشتر توضیح میدی؟ البته ببین سارا، این که حرف ر وجود نداره اشتباهه. اگر برای نسل‌های قبل از دهه 70 میگفتی آره، ولی الان چند تا تغییرات در لهجه قشاچ‌های به وجود آمده. بیشتر بگو. بذار بریم سر اصل موضوع. در لهجه قشاچای هر جا حرف ر دیدی به یه تبدیلش میکنی. اما نسل‌های جدید به دلیل بودن در مدرسه و شبکه‌های اجتماعی دیگه از این قاعده هر جا پیروی نمی‌کنن. مثال بزنم، اسم‌های مانند روسیه، روزگار، رضا که حرف اولشون با ر شروع میشه دیگه تبدیل به ی نمیشن و خودشون تلفظ میکنن. قبلا این شکلی نبود. مثلا مادر بزرگ من به روسیه میگه یوسیه یا به روزگار میگه یوزگار. به جز این مورد بقیه موارد از قاعده تبدیل ردیه پیروی میکنن. اما دو تا نکته داریم. جالب بود، یعنی حرف اول که ر داره سر جاش هستش. خب اون دوتا قاعده دیگه چی هستن؟ قاعده دوم، اگر قبل از ر یه اومد ر حذف میشه، نه تبدیل. مثلا علیرضا تبدیل میشه به علیزا، به همین راحتی. واو، ادامه بده. حالا اگر بعد از ر یه بیاد چطور؟ هیچی، الان ر به یه تبدیل میشه و شما دو تا یه داریم. مانند مریم تبدیل میشه به میم. و خب دیگه؟ تموم شد. این قاعده تبدیل شدن ر به یه بود. خیلی ساده. خیلی آسونه. بازم در این لهجه آیا تفاوت‌های دیگه‌ای هم هست؟ البته که هست، ولی باشه برای بعد. فکر کنم تا همینجا کافی بود. موافقم. پس دفعه بعدی ما موضوع لهجه قشاچایی رو ادامه میدیم. خب امیدوارم که از این برنامه لذت برده باشین. لایک و سابسکرایب یادتون نره. خداحافظ.